آیا امروز صبح ساعت 5:55 از خواب بیدار شدید؟ اگر به نظر می رسد که فرشته شماره 555 اخیراً در همه جا برای شما ظاهر شده است، احتمالاً تعجب می کنید که چرا؟ خوب، اگر فرشته شماره 555 را می بینید، به این معنی است که کائنات برنامه‌های خوبی برای شما دارد و تغییراتی برای زندگی عاشقانه، شغلی، سلامتی و مالی شما در انتظار است. فرشته عدد 555 ممکن است نشانه‌ای باشد برای اینکه به سادگی برای تغییر آماده باشید، یا ممکن است فراخوانی برای اعمال تغییر باشد. چیزهایی که درباره معنی عدد 555 باید بدانید ماننده: معنی عدد 555 در عشق، کاری و راز دیدن اعداد فرشته 555 در روابط، شغل، عشق و در بارداری چیست و زمان دیدن عدد 555 چه کاری باید انجام دهید صحبت میکنیم و با ما همراه باشید. وقتی شماره 555 فرشته ای را میبینید، خود را برای تغییر آماده کنید. تغییر را مثبت یا منفی ندانید. این فقط جهان است که نقشه الهی خود را به حرکت در میآورد. فرشته عدد 555 را به عنوان نشانه‌ای برای شانس در رابطه عاشقانه خود تعبیر کنید. عشقی را که می‌خواهید دریافت کنید و به او بدهید. اگر جفت روحی یا نیمه گم شده دارید، عدد فرشته 555 را به عنوان یک شاخص در نظر بگیرید که همه چیز در حال پیشرفت است و تلاش سخت شما در رابطه بیهوده نبوده است. به فرشته عدد 555 به عنوان نشانه از اینکه زندگی حرفه‌ای شما در حال تغییر است نگاه کنید. از خود بپرسید که آیا در جایی هستید که می‌خواهید باشید یا باید در جهت دیگری قدم بردارید. عدد فرشته 555 در روابط عاشقانه به چه معناست؟ صحبت کردن از عدد فرشته 555 در زندگی عاشقانه کمی دشوار و پرچالش است. افرادی که عدد فرشته 555 را دارند به دنبال لذت هستند و تمایل دارند رضایتی طولانی مدت داشته باشند، های مختلفی را تجربه کنند و ماجراهایی الهام بخش داشته باشند. تمام این خصوصیات در زندگی عاشقانهشان منعکس می شود. آنها به طور طبیعی جذاب، کاریزماتیک، حاله مغناطیسی هستند. دیگران معمولاً مجذوب رویکرد غیر متعارف این افراد نسبت به زندگی شده و تمایل دارند به داستان‌هایشان گوش دهند. افرادی که عدد فرشته 555 را دارند به راحتی در کانون توجه قرار می‌گیرند و توسط افراد زیادی احاطه می‌شوند، زیرا عاشق مورد توجه قرار گرفتن هستند. با این حال به ندرت افرادی متعهدند. آنها در عشق بیش از حد سرگردانند. این افراد خصوصا در سنین جوانی شرکای عاشقانه زیادی را تغییر می‌دهند و روابط کوتاه مدت بسیاری را تجربه می‌کنند. اشکالی ندارد، اما احتمالاً باید بیشتر به احساسات دیگران هم فکر کنید. همه افراد مثل هم نیستند. زمانی که کسی را به خود وابسته کرده و سپس رهایش کنید، صدمه زیادی به آن شخص وارد کرده اید. افرادی که عدد فرشته 555 دارند می توانند خودخواه شوند، تنها به اهمیت تجربیات خود فکر کنند و نیاز و احساسات دیگران را نادیده بگیرند. صبر کنید و در این مورد فکر کنید. شما موهبت مهربانی و درک را در روحتان دارید. فقط نباید اجازه دهید بخش‌هایی از وجودتان که خواهان ریسک و کنجکاوی هستند باعث شوند مهر و محبت درونتان را فراموش کنید. هنگامی که واقعا تصمیم بگیرید به دیگران گوش کنید، همدلی و شفقت در شما ایجاد می شود و می توانید متعهد شوید و این فوق‌العاده است. اگر افرادی که عدد فرشته 555 را دارند روح ماجراجو و ناآرامشان را رام کنند، می توانند رابطه پر از عشق و شادی را آغاز کنند. این افراد پرشورند و می دانند که چگونه شریک زندگیشان را راضی کنند، همانطور که می‌دانند چطور باید خودشان را راضی کنند. این افراد احتمالاً عمیقاً عاشق شوند و برای زندگیشان فداکاری می‌کنند. تنها قبل از آماده شدن برای آرام شدن و قرار گرفتن در رابطه باید اقدامات بسیاری انجام دهند و گام‌های موثری بسیاری بردارند. برای ایجاد روابط عاشقانه پایدار و موفق و رسیدن به حالتی از خوشی و جد، انرژی و سلامتی که از یک عشق عظیم ناشی می‌شود، کتاب ماه عسل اثر دکتر بروس لیپتون را حتما مطالعه کنید.
چند حقیقت در مورد عدد فرشته 555 از منظر علم عدد شناسی. در علم عدد شناسی عدد 5 با خود تغییراتی به همراه دارد. دنباله های اعدادی هم که شامل این عدد هستند مانند 55 555 یا 5555 و غیره. دنباله هایی با نماد انعطاف پذیری و تغییرات هستند. هرچه بیشتر شاهد این دنباله ها باشید، احتمال بیشتری وجود دارد که تغییرات بزرگی در راه زندگیتان باشد. تغییراتی که اعداد 55 یا 555 با خود برمقام می‌آورند توسط کیهان هدایت شده و دلیلی برای ترسیدن و نگرانی در موردشان وجود ندارد. عدد فرشته 555 به عدد 6 هم مربوط است. در صورتی که ارقام این دنباله را با هم جمع کنیم 3 تا 5 عدد 15 به دست می آید. از جمع اعداد عدد 15 یعنی 5 یک عدد 6 به دست می آید. عدد فرشته شماره 6 انرژی متغیر و ناآرام عدد فرشته شماره 5 را تثبیت می کند. به نوعی این عدم ثبات و تغییرات را ایمن می کند و اطمینان می دهد تغییری که در راه است برایتان خوب خواهد بود. از رخ دادن این تغییرات آسیب نمی بینید، به نوعی که این عدم ثبات و تغییرات را ایمن می کند و اطمینان می دهد تغییری که در راه است برایتان خوب خواهد بود. از رخ دادن این تغییرات آسیب نمی بینید. به هر جایی که لازم بود برای غلبه کردن بر استرس ناشی از تغییرات حمایت می شوید. چرا عدد فرشته 555 را می بینیم؟ در صورتی که عدد فرشته 555 را مشاهده کنید، می توانید منتظر تغییرات بزرگی در زندگی باشید. تغییراتی که به طور کامل دنیایتان را زیر رو می کند. با این حال از آنجایی که به طور طبیعی فردی سازگار و انعطاف پذیرید، این مورد زیاد آزارتان نمی دهد. اما اگر چنین شود، این پیام فرشته نیز تشویقتان می کند. حتی افرادی که عدد فرشته 555 دارند و ذاتاً افرادی جسور و ماجراجو هستند گاهی اوقات احساس ناامنی می کنند، به خصوص اگر در مرحله از زندگی باشند که به توانایی‌هایشان شک دارند و در حال آزمودن محدودیت‌هایشان هستند. مطمئن باشید عدد فرشته 555 تغییرات مثبتی برایتان به همراه دارد، تغییراتی بزرگ، تغییراتی مهم در زندگی و تغییراتی که به نفعتان است. هرچند ممکن است از وقوع برخی از رویدادها غافلگیر شوید، اما بدانید که در پس رخ دادن هر اتفاقی دلیلی وجود دارد. افرادی که عدد فرشته 555 دارند بسیار خودآگاه هستند و به همین خاطر بر روی پرورش فردیت خود و تغذیه کردن حس کنجکاویشان متمرکز هستند. آنها اغلب میپندارند بر روی تمام جنبه‌های زندگیشان کنترل دارند. با این حال زندگی پیچیده است و انرژی‌ها در حال تنیده شدنند. حتی در صورتی که همه چیز را به دقت برنامه‌ریزی کرده باشید، بسیار از تغییرات بدون هشدار قبلی رخ می‌دهند و هرگز نمی‌توانید تصور کنید چه اتفاقی می‌افتد. خوشبختانه افرادی که عدد فرشته 555 را دارند برنامه‌ریزان بزرگی نیستند و تمایل دارند با جریان انرژی جهانی پیش روند. با این حال ممکن است در لحظه گیر کرده و به برخی رفتارها و عادت‌هایی که برایشان مفید نیست خوب بگیرند. سعی کنید با رها کردن این عادات رویه‌های و عادت‌های جدیدی در پیش بگیرید. حتی انعطاف پذیرترین شخصیت‌ها هم می‌توانند به عادت‌هایی روی بیاورند که آزادیشان را محدود کنند. عدد فرشته 555 به عنوان یک نماد از تغییر و همچنین به عنوان یادآوری توانایی‌های شگفت‌انگیزتان پدیدار می‌شود. پدیدار شدن این عدد کمک می کند بر روی توانایی‌هایتان کار کنید و یاد بگیرید که چگونه انرژی فوق‌العاده قویتان را به درستی مدیریت کنید. باید احساس و نگرشتان را نسبت به دیگران متعادل کنید. با وجود محبت زیاد و قلب مهربانتان تمایل دارید دیگران را به خاطر اهدافتان نادیده بگیرید. عدد فرشته 555 دلگرمتان کرده و ثروت و شانس به زندگیتان می‌آورد. عدد فرشته 555 با نگرش مثبت بسیار طنین انداز می شود و هرگز اجازه نمی دهد احساس شکست کنید. مهم نیست چه روزهای سختی و چه موانع بزرگی در مقابلتان قرار دارند. می دانید قدرت غلبه کردن بر همه چیز را دارید و اگر این کار را نکنید می دانید چگونه با شرایط سازگار شوید.
تنها باید انرژیتان را متعادل کرده و به نیازهای خود و اطرافیان توجه کنید تا به بهترین مقصد برسید. عدد فرشته 5555 در کتب مقدس و عرفان به چه معناست؟ باور بر این است که پدیدار شدن چندین و چند باره دنبال عددی با اعداد یکسان در مقابل دیدگانتان می تواند به این معنی باشد که فرشتگان سعی دارند با شما صحبت کنند. فرشتگان با استفاده از این دنباله اعداد اعلام می کنند تنها نیستید و از راهنمایی و حمایتشان برخوردارید. پس پدیدار شدن دنباله اعدادی مانند 111 222 333 555 و غیره ممکن است به همین دلایل باشد. در صورتی که یکی از این دنباله اعداد را چندین مرتبه مشاهده کردید، باید در معانی معنوی آن تأمل کنید. به معنای دنباله عدد 555 در کتب مقدس و عرفان می‌پردازیم. از آنجایی که معانی معنوی بسیار و تعابیر متعددی از کتاب مقدس و عرفان در این دنباله عدد نهفته است، اهمیت بسزایی دارد. شاید دیدن عدد فرشته 555 را اتفاقی بدانید، اما این طور نیست. این عدد فرشته همیشه بیانگر رخ دادن یک تغییر و دگرگونی در زندگیتان است. با توجه به اینکه عدد فرشته 555 نماد تغییرات مثبت است، لازم نیست در موردش نگران باشید. این عدد فراوانی و موارد مثبت دیگری را به زندگیتان می‌آورد. اول از همه به معنای معنوی و نمادین عدد فرشته 555 می‌پردازیم. عدد فرشته 555 نمادی از تغییراتی است که در زندگیتان رخ می‌دهد، برایتان نتایج مثبتی دارد و کمک می‌کند قدرتمندتر و قوی‌تر شوید. عدد فرشته 555 کمک می‌کند مسیر جدیدی در زندگی انتخاب کنید و فرشتگان الهی در انتخاب مسیر مناسب یاریتان می‌کنند. به علاوه عدد فرشته 555 نشانه آن است که باید روی ندای درونیتان متمرکز شوید، زیرا در انتخاب‌ها و اتخاذ تصمیم درست کمکتان می‌کند. پیام این عدد این است که باید موارد قدیمی که بیش از این رضایت و خوشحالیتان را به دنبال ندارند رها کنید. این موارد دیگر برایتان مفید نبوده و سودی در بر ندارند، پس باید رهایشان کنید و پذیرای مواردی جدید در زندگیتان باشید. این عدد نشان دهنده مثبت اندیشی شماست، زیرا منفی گرایی تنها افسردگی و افکار بد با خود به همراه دارد که توانایی تصمیم گیری صحیح را از ما سلب می کند. اکنون زمان آن رسیده تا به چند واقعیت در مورد عدد فرشته 555 که در کتاب مقدس ذکر شده است بپردازیم. بر کسی پوشیده نیست تمام اعدادی که در کتب مقدس و عرفان در هم ضرب می شوند معانی و تعابیر خاصی دارند و البته عدد 555 نیز از این قاعده مستثنا نیست. در ابتدا باید خاطر نشان کرد که عدد 555 در کتب مقدس و عرفان هم نماد موارد خوب و مثبت و هم نماد موارد منفی است. این عدد نماد رحمت و فیض الهی است، به این معنی که همه چیز در این جهان نشان دهنده لطف و رحمت خداوند است. علاوه بر این نشان می‌دهد به محض اینکه پذیرفتید خداوند وجودی بخشنده است، دیگر دچار ناراحتی و عذاب نمی‌شوید. یکی دیگر از معانی این عدد در کتاب مقدس و عرفان اشاره کردن به عدالت خداوند است. همچنین این عدد در کتاب مقدس به عنوان نماد یادگیری به کار گرفته شده است. با توجه به این موارد میتوان گفت این عدد علم و ایمانی برای احساس کردن عشق بی قید و شرط خداوند به ما میدهد. عدد 555 در کتاب مقدس به معنای تمامیت و کمال است، زیرا انسان موجودی کامل محسوب می شود که دارای حواس 5 گانه، 5 حس، 5 انگشت و هر 2 دست و پا و 5 انتهای اصلی بدن، سر و 2 دست و 2 پا است. پس جای تعجب نیست که عدد 555 یک عدد کامل و همچنین نمادی از خلقت محسوب می شود. باید در نظر داشت که عدد 555 از تکرار 3 باره عدد 5 تشکیل شده است. به همین جهت برای تفسیر معنا و مفهوم آن باید معنای عدد 5 را هم در نظر گرفت. پیشتر اشاره کردیم که گاهی اوقات این عدد معنا و باری منفی دارد. با استناد به کتاب مقدس و عرفان در میابیم که عدد 5 معمولا نشان دهنده مرگ است و چندین مرتبه در مورد مرگ به کار رفته است.
شماره 5 در کتاب مقدس و عرفان به عنوان نماد فساد و گناه هم به کار می رود. با ذکر این موارد می توان گفت که عدد 5 به موارد منفی اشاره دارد و نمایانگر کشتار است، تفرقه و تعدد قتل و فساد است. پس با توجه به اینکه عدد 5 نماد مرگ است، می توان نتیجه گرفت که عدد 555 و تکرار عدد 5 نشان دهنده قدرت مرگ است که 3 برابر قوی تر است. برای درک این نکته که نمادهای قدیمی عدد 555 بعدها در طول تاریخ هم تکرار شدند، می توان به عدد مورد علاقه آدولف هیتلر یعنی عدد 555 اشاره کرد، زیرا این عدد در همه جا دنبالش بود. بر کسی پوشیده نیست که هیتلر در جنگ جهانی دوم جان افراد بیشماری را گرفت. شکی نیست که بعد منفی این عدد از ایام قدیم تا کنون وجود داشته است. از آنجایی که اعداد 555 و عدد 5 هر دو معنی و تعبیر مثبت و منفی را در خود دارند، هنگام تفسیر مفهوم این دنباله عدد باید به هر دو مورد توجه داشته باشید. عدد 555 از زمان کتاب مقدس تا امروزه تأثیر خود را دارد و ما چند مثال از آن را برایتان بیان کردیم. چرا عدد فرشته 555 را می‌بینیم؟ پس از آشنا شدن با مفاهیم مثبت و معنی نهفته در پس عدد 555 دلیل مشاهده کردن این عدد را شرح می‌دهیم. ممکن است این عدد در ساعت یا بر روی شماره پلاک یک خودرو در مقابلتان مشاهده کنید. همچنین ممکن است این عدد شماره باشد که در نام یک خیابان یا در بخشی از شماره تلفن شما باشد. به هر حال در صورتی که عدد 555 در زندگیتان پدیدار می شود، باید توجه ویژه‌ای به معنای آن داشته باشید. همانطور که قبلا گفتیم، عدد 555 به این معنی است که زمان پذیرش هدایت الهی در زندگیتان فرا رسیده است. این عدد نشان دهنده رسیدن زمان مناسب برای بیدار شدن و رشد معنویتان است. معنای عدد 555 شروع زندگی به شکل دیگری است، اما نگران نباشید، چون شرایط جدید برایتان بهتر خواهد شد. نیروهای الهی عدد 555 را برایتان ارسال می کنند تا از حضورشان در زندگی آگاه شوید. در صورتی که راهنماییشان را بپذیرید، راه درست را انتخاب می کنید و زندگی خود را بسیار بهبود می بخشید. با مشاهده این عدد باید بدانید که پاسخهای مهمی را در اعماق وجودتان خواهید یافت. باید به شهودتان گوش فرا دهید، یعنی به قلبتان رجوع کنید، زیرا خداوند از طریق ندای درونیتان با شما صحبت می کند. با گوش دادن به ندای درونی برای فصل جدید زندگی آماده شده و بدون هیچ ترسی زندگی را سپری می کنید. شکی نیست که عدد 555 نمایانگر عیسی مسیح است. بنابراین دفعه بعد که این عدد را ببینید متوجه می شوید عیسی همراهتان است، دوستتان دارد و در مسیر زندگیتان راهنماییتان می کند. در صورتی که به راهنمایی‌های نهفته در این عدد توجه کرده و آنها را بپذیرید، سفر معنویتان بسیار آسان‌تر خواهد شد. عدد نهفته در اعداد همیشه مورد توجه همگان بوده است. تلاش در راستای یافتن معنای نهفته در عدد فرشته 5555 بسیار جالب است. این عدد پیام بسیار مهمی را که فرشتگان برایتان ارسال کردند به صورتی نهفته در دل خود دارد. با دانستن مفهوم عدد فرشته 555 تفسیر پیامی که فرشتگان برایتان ارسال کردند آسان می شود. این عدد ممکن است در هر موقعیتی پدیدار شود، خصوصا در لحظاتی که به هیچ عنوان انتظارش را ندارید. دیدن عدد فرشته 5555 تغییرات بسیاری در زندگیتان ایجاد می کند. اما نگران نباشید، زیرا همه این تغییرات به نفعتان خواهد بود. فرشتگان برای تمام کارهای خوبی که در گذشته انجام داده‌اید به شما پاداش می‌دهند. اگر این عدد در زندگیتان پدیدار شد، دلیل موجهی برایش وجود دارد. عدد این فرشته حاوی پیام بسیار مهمی برای حال و آینده شماست. دریافت کردن این پیام به این معنی است باید در همان راهی که هستید به مسیرتان ادامه دهید. پیام نهفته در این عدد تمرکز بر روی اهدافتان و تلاش کردن در جهت محقق کردنشان است. پیام نهفته دیگری در خود دارد. باید با ثبات و پایداری ادامه دهید و روزهای سخت را پشت سر بگذارید. تمام شک و هراستان را از زندگی حذف کنید. فرشتگان در انجام این کار کمکتان می‌کنند. لحظات سخت زندگی مانند معلمی است که به شما می‌آموزد در زندگی باید چه کارهای انجام داده و از چه کارهای اجتناب کنید.
به علاوه این لحظات سازنده شخصیتتان هستند و از شما فردی مصمم و سرسخت‌تر می‌سازند. فرشتگان با ارسال کردن این عدد یادآوری می‌کنند که هرگز از اهدافتان دست نکشید، چون در حال حاضر شانس زیادی برای موفقیت دارید. از دیگر معانی نهفته در این عدد دعوت کردن به مثبت اندیشی و خوشبینی است. به مدد خوشبینی و تفکر مثبت می توانید به تمام رویاهایتان جامعه عمل بپوشانید. داشتن افکار مثبت شما را به سمت موفقیت و ایجاد تغییر در تمام جنبه‌های زندگی هدایت می کند. علاوه بر این عدد فرشته 5555 با هماهنگی و تعادل در ارتباط است. فرشتگان با فرستادن این عدد لزوم متعادل بودن در این زمینه‌های زندگی را یادآوری می‌کنند. از آنجایی که فرشتگان برای مدت زیادی شما را تحت نظر داشتند، شاهد تلاش‌های فراوانتان در تمام کارها بودند. به همین منظور قصد دارند پاداش این زحماتتان را بدهند. فرشتگان نگهبان مأموریت مهمی دارند. وظیفه اصلی آنها حصول اطمینان از پیشرفتن درست و خوب کار و زندگی نوع بشر است. البته مفهومش این است که هیچگاه نباید با مانعی بر سر راه و در راه زندگیمان مواجه شویم. اگر موانعی در کار نباشد، قادر به درک کردن ارزش مواهبی که به ما داده شده و سپاسگزاری بابت وجودشان در زندگی نیستیم. فرشتگان نگهبان از طریق پیام‌های نمادین وارد کار می‌شوند. فرشتگان از نمادهای متعددی که با آنها آشنا هستیم برای ارسال پیام‌های مهمی استفاده می‌کنند. از آنجایی که هر انسانی نگهبان خود را دارد، این پیام‌ها هرگز تصادفی نیستند. تمام پیام‌های فرشتگان به هدف خاصی ارسال می‌شوند و برای هر فردی خاص و ویژه هستند. اعداد شماره فرشته یکی از ابزارها و واسطه‌هایی هستند که فرشتگان برای ارتباط برقرار کردن با ما استفاده می‌کنند. این عدد نیز نماد بروز تغییراتی در زندگی است، اما تغییراتی که به مراتب از تغییرات ایجاد شده توسط عدد 55 بزرگتر هستند. عدد فرشته 555 با بخشیدن فرصت‌های جدید به زندگیتان رنگ و لعابی نو بخشیده و آن را بهتر می‌کند. و نیز این عدد نماد رحمت و فیض الهی است، به این معنی که همه چیز در این جهان نشان دهنده لطف و رحمت خداوند است. علاوه بر این نشان می‌دهد که به محض اینکه پذیرفتید خداوندی وجود بخشنده‌ای دارد، دیگر دچار ناراحتی و عذاب نمی‌شوید. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. التماس دعا و لایک و ساب یادتون نره.